سلام عشقای داداش، حالتون چطور؟ آقا تو این ویدیو اومدیم با هم دیگه معرفی 10 تا بازیکن خفن و گیم پلی دار رو داشته باشیم. پوتو، هایلایت، نومینیت فرق نمیکنه، هر کدوم که گیم پلیش خوب بود و بهتون میگم. بیشترشون پوتو هن. بریم که داشته باشیم. اولین بازیکن وینیسیوس. این کارت واقعا کارت نابیه. اون موقعی که اومد اوایلش من گرفته بودمش و واقعا وقتی بوسترش فعال شه یه بازیکن در حد ایتئو رومیه، یعنی در این حد بازیکن به پای اونا نمیرسه و واقعا گیم پلی نابی داره. اگه داریدش وقتی بوسترش فعال میشه حتما استفادهش کنید. من خودم یه وینیسیوس دیگه دارم، این وینیسیوسه، ولی وقتی بوستر این فعال شه اینو میارم استفاده میکنم، چون این اصلا یه جایی میشه گفت با شو تایم های خودش برابری میکنه. اینقدر که این بازیکن قویه و قوی ساختنش. و آمارش هم اینجا براتون گذاشتم، میتونید ببینید خودمون با هم دیگه چک کردیم آمار رو. بازیکن بعدی که میخوام بهتون بگم ایسا، که واقعا اینم یه بازیکن گیم پلی داره. این هم همینجور که میبینید آمارشه. این گوشه تصویرم براتون میارم باز آمارش رو. اینم واقعا پوتوهای خفنی داره. واقعا بازیکنان که بهتون نشون میدم شاید بعضیشون آمارشون زیاد خوب نباشه یا عادی باشه، ولی واقعا گیم پلیشون 100/100. ایساک هم حتی بازیکن عالیه. اگه مهاجم خوب درجه 1 ندارید، یعنی راحت میتونه کار مهاجم درجه 2 رو براتون انجام بده و قوقا کنه دیگه. خلاصه بازیکن سوم این سونه است که این اصلا یه چیز غیر عادیه. میدونی اصلا به آمارش که نگاه میکنی زیاد چنگی به دل نمیزنه، ولی اصلا خیلی نابیه. اگه داریدش حتما نیمه اول یا نیمه دوم بیارید، هر جا ازش بازی بگیرید گیم پلی داره. بازیکن بعدی که میخوام بهتون بگم دمبلر. این کارت برای چیزشه، پکشه. این واقعا خفنه. آمارم داره، تا علاوه بر آمار گیم پلی هم داره. واقعا چیز خفنیه. و یعنی حتی اگه مالدینی هم روبروش باشه تو 3-4 تا نبرد پیروز میشه مقابلش، یعنی در این حده. خیلی قویه. اگه داریدش حتما استفادهش کنید. من خودم سوپر ساب بهش دادم، نیمه دوم میارمش داخل. بازیکن بعدی که میخوام بهتون بگم دیبروینه است. دیبروینه همه کارتاش خوبه، ولی این کارتش اصلا یه چیز دیگه است وقتی بوسترش فعال میشه یا بدون بوستر. واقعا چون این کارتش فینیش هم داره، واقعا یه چیز اصلا استثنائیه. خیلی خوب پاس میده، خیلی خوب توپگیری میکنه، شوتایی که میزنه، پاسای هوایی که ارسال میکنه، سانترایی که میکشه. زیاد خوب نیست سانتراش، ولی خب کار رو در میاره دیگه. خلاصه بعدم وقتی که بوسترش فعال باشه که دیگه هیچی، دیگه خیلی سنگ تموم میذاره اصلا داخل تن. بازیکن بعدی هم که میخوام بهتون میگم پدریه. یه بازیکن که چه بوسترش فعال باشه چه بوسترش فعال نباشه 100 خودش رو براتون میذاره داخل ترکیب. اینم آمارش معمولیه، ولی گیم پلی به شدت ازش میباره. من خودم نیمه دوم میارم استفادهش میکنم. پاسای هوایی واقعا نابی ارسال میکنه، همچنین پاسای زمینی. سانترای عالی براتون میکشه. اگه داریدش حتما استفادهش کنید، مگر اینکه یه کارت قوی ترش داشته باشید، وگرنه این کارت رو من از زمانی که همین 2 هفته پیش گرفتم تا الان همش یه جوری مثل سوپر ساب ازش کار میکشم، میارمش داخل ترکیب. بازیکن بعدی کسی نیست جز آقای ویت. آقا یه بازیکنی اصلا نگم براتون. اینو من نتونستم سوپر ساب بهش بدم، ولی اگه داریدش این کارتش رو مخصوصا سوپر ساب بهش بدید
فوق‌العاده عمل میکنه. دقیقه نیمه دوم، دقیقه 60 70 به بعد برید، واقعا برا من این کار که میکنم حداقل یه گل رو میزن. آمارش همطور که میبینید اینجا میان میتونید ببینید و واقعا چیز خفنی. آقا بریم بازیکن بعدی رو بهتون معرفی کنم، آقای دوناروما. همونجور که میبینید قد خیلی بلندی داره، 1.96. این هم آمار دروازه‌بانیشه. این دوناروما یه جوری باگه، برای چی آوردمش تو انگلیس؟ آمار زیاد خوب نیست، گیم پلیش هم معمولیه ولی باگه. یعنی همینجور شوت مستقیم به راحتی نمیخوره، یا آردا همینجوری به راحتی نمیخوره، واقعا باگه. یعنی باگ خالصه. اونایی که داشته باشن یا روبروشون قرار گرفته باشه میدونن من چی میگم. بازیکن بعدی آقای دیانگه که من کارتی ازش ندارم، کنار براتون میارم آمارشو. واقعا بازیکن نابی دیانگم و با توجه به اینکه الان پاس از همه چی مهمتره، پاسای خیلی نابی میتونه براتون ارسال کنه و یه DMF CMF CB گردن کلوف بده. یعنی هر جا بازیکن نداشته باشید میتونید ازش کارت بازی بگیرید. کارت واقعا نابی. آقا آخرین بازیکن رو گذاشتم پالمر، چون خودم الان یکی از مهرهای کلیدیم تو ترکیبم پالمره. همینجور که میبینید آمارشو دارید میبینید و این گوشه تصویرم براتون میارم. نمیتونم این گوشه براتون بیارم چون ای فوتبالم لک خورده بود و نمیشد، هاب لک خورده بود و نمیشد آمارشو بیارم، ولی یه کارت دیگر رو براتون میذارم، اونو نگاه کنید. آمارش با این تقریبا یکیه، همون کارت نومینیتشه. واقعا بازیکن نابیه. اگه گرفتینش حتما بذاریدش CF یا SS. خیلی نابی بازی میکنه اونجا، خیلی پاسای خوبی میتونه بده، خیلی کار در بیاره. میدونی چی میگم؟ یعنی در حد یه بازیکن چطوری بهتون بگم، در حد این وینیسیوسه که بوسترش فعال میشه، این بدون بوستر تو تیم برای ما زحمت. خیلی نزدیک به یک فیل فودنی اومده بود، برای پک انگلیس بود، SS بود پست تخصصیش. خیلی نزدیک به اون بازیکن و گیم پلیای نزدیک به همی دارن. سبک دوتاشون هم کریتیوه و خلاصه این بود از ویدیوی ما، معرفی 10 تا بازیکن فوتو خفن. هایلایت اینا هم داخلشون بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک، ساب، کامنت یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.